سلام بچه ها، امروز اومدیم با آنباکس توپ آذربایجان بهتون گفتم تو ویدیو قبلی. فکر میکنی با دست باز میکنم؟ با کیتی. خب بازش کنیم. باز نمیشه. باز شده بچه ها. یه دونه مهدی طارمی هست، یه دونه چیه؟ پازل تکه پازل. اینم نقششه. خب من اینو در آوردم. خب هزار تا هم برچسب داره. برچسب اینا رو نمیشناسم. پشتش هم گذاشته گندگانه. برچسب نمیدونم چیه، اینا رو من نمیشناسم. امضای شد چی؟ کیه این؟ نمیشناسم. شوزا، انگار شوزا خلیزاده است. اینم نمیشناسم. خب اینم از 108 تکه. یه تکه شما در آوردم. اینم مهدی طارمیه. مهدی طارم هم در آوردیم. خوب بود. یه لحظه ببینم آدمه کش کن. این پایشه. آدمه کجایی؟ اینه. این گندگان رو میچسبونیم اینجا، میشه یه دونه. اینم بچه ها پازل سردار آزمون. نگاه کن، از اول نشون میدم. اینم مهدی طارمیه تو اینتره که الان تیمشو تغییر داده. اینم سوارز. سوارز اینم. خب اینا هم نمیدونم کیه. اینم آدمه کشه. یه تکه پازل و اینم امضای نمیدونم کی شوزاه. خداحافظ بچه ها، تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.